خب درس دوم شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در درس دوم اصول و اساسات عقیده در قرآن و سنت. دوستای عزیز، من تا که کوشش میکنم که از قرآن و سنت بیرون نشم. درست است، علما زیاد بحث کردن، زیاد گفتن، بعضی ها مثلا متکلمین گپ زدن، باز اونا را رد کردن، بعضی آمدن فلسفی گپ زدن، باز دیگر اونا را رد کردن. ما میخواهیم که از قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده خود جور کنیم. دیگه مسائل بانیم به اهل تخصص که اونا کی چی میگه و کی او رد میکنه. ما در غم جان خود هستیم که چه قسم عقیده درست یاد بگیریم و مطابق از او زندگی بکنیم. اصول و اساسات عقیده چی هست؟ یک کسی از شما سوال میکنه. 3 اصل داره عقیده. یکی اصل ایمانی هست. اصل ایمانی چی هست؟ همو ارکان 6گانه هست. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت. 7 تا میشه. خب و البعث بعد الموت نمی مسائل آخرت یک جای میکنن. خب 6 و 7 امی آمنت بالله را که خواندیم، این اصول ایمانی عقیده هست. و این در قرآن و در احادیث ثابت است. مثلا در آیات قرآن میگه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره، یا تؤمن بالقدر خیره و شره. اصل دوم اصل عملی هست. اصل عملی یعنی چی؟ یعنی تخصیص عبادت عملا برای الله متعال. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. پس باز ما شما میخوانیم که عبادت فکری هست، عبادت قلبی هست، عبادت زبانی هست، عبادت بدنی هست، عبادت مالی هست، عبادت تشریعی هست. 6 قسم عبادت است. 6 قسم عبادت باید عملا برای الله بکنی. این اصل عملی هست. وقتی که تو عقیده داشتی باید عمل بکنی. دوم تسلیمی به حکم الله هست. عملا باید به حکم الله سبحانه و تعالی تسلیم شوی. چرا؟ تو خلیفه الله در زمین الله هست. اینی جاعل فی الارض خلیفه. خلیفه الله در زمین الله حکم الله را مطابق امر الله تطبیق میکنه. امر الله را در زمین الله، در کل زمین الله، مطابق هدایت و رهنمایی الله باید تطبیق بکنیم. باید به حکم الله تسلیم شوی. فمن یکفر بالطاغوت، به قوانین طواغیت کافر شوی. سیکولاریزم، نشنالیزم، کمونیزم، دموکراسی، قوم پرستی، نشنالیزم، فلسفه های مختلف، عقل گرایی، حس گرایی، این کل از اینا رو باید چی کنی؟ طواغیتی که هستن که پسان باز تشریح میشن به این کافر شوی. و یؤمن بالله. و یؤمن بالله چی که یعنی حکم الله متعال سر خود و سر زمین الله، در زمین الله تطبیق بکنی. به خاطر از باید سعی و تلاش بکنی. در غیر از او در روز آخرت انسان سوال میشه. نماز خود به خاطر خود خواندی، به خاطر دین الله چی کردی؟ حکم الله را سر خود تطبیق کردی. به خاطر تطبیق حکم الله در زمین الله، من ایس خلیفه الله در زمین الله چی کردی؟ الله گفت اینی جاعل فی الارض خلیفه. ما میخوایم در زمین. تسلیمی به حکم الله بود. اصل سوم اصل اخلاقی هست. اصل اخلاقی است که ما به تمامی شعائر الله اخلاقاً چی داشته باشیم؟ تعظیم بکنیم. ایمان، وقتی که با آمنت بالله ایمان داشتیم، به احکام الله و عبادت الله را عملا باید تطبیق بکنیم
و در بخش اخلاقی باید به شعائر الله احترام داشته باشی. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الله میگه کسی که تعظیم شعائر الله را میکنه ای از تقوای قلبی هست. به این خاطر از تمام اموری که یک ذره هم دو توهین و مسخرگی و رشخندی و ساتیری در مسائل دین باشه، دهی باید از این اجتناب کنیم. یک وقت یک کتاب بود میخوندیم به نام شرح ملا، میگفتن در اعتقادات و در مدرسه، این شرح کتاب فقه اکبر امام ابی حنیفه رحمه الله بود. در اینجا یک استاد برای ما تشریح کرد، گفت اگر مثلا چند نفر شاگرد میان در پیش در مسجد لنگی های یکی دیگر میگیرن و در داخل مسجد ساتیری میکنن، گفت اینها به کفر میرسن. چرا؟ گفت به خاطر اینکه که اینها مسجد شعائر الله هست. لباس اسلامی وقتی که پوشیدی برای نماز آمدی، در اینجا مسخرگی کردن و ساتیری کردن سبب کفر انسان میشه. یک نفر سر رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه رشخندی کرد در حالی که مسلمان ها در جهاد رفته بود، خود مسلمان میگرفت، خود صحابی میگرفت. این که در داخل منافق بود یا چی بود صحابه رو نمیفهمیدن، لکن امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا رفته بود. وقتی که پس آمد یک کار کفری کرد، آیت قرآن نازل شد و برش گفت که ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض و نلعب قل أبالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. شما کافر شدین بعد از ایمانتان. الله برش میگه، رسول الله ابن خاص برش گفت که تو کافر شدی بعد از ایمانت. ظاهر آیت میگه که یعنی این انسان قبلا ادعای ایمان میکرد، الله گفت که تو کافر شدی بعد از ایمانت. و این میگه در کمربند شطور رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا ویزان کرده بود و میگفت که یا رسول الله انما كنا نخوض و نلعب، ما مذاق میکردیم، ساتیری میکردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، با الله و آیات و رسولش استهزا میکردید، لا تعتذروا عذرخواهی نکنین قد کفرتم بعد ایمانکم. پس این سه اصل اساسی چی هستن؟ ایمانی هست که باید این مراعات بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.